ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته. دین اسلام دینی است که از هیچ کسی چیزی نگرفته ولی چیزها داده است. دین اسلام وقتی آمد بت پرستی را از مردم گرفت، شرک را از مردم گرفت، اعتقادات فاسد و اخلاق فاسد و عمل کرد فاسد و رسومات نادرست را، ناصحیح را که در آنها مفاسد بود گرفت و دین اسلام ایمان داد، اعتقاد به الله داد، توحید داد، اخلاق داد، اخلاق حسنه و اخلاق نیک داد، رفتار نیک، کردار نیک، عمل کرد نیک. دین اسلام آمد آلودگی ها را دور کرد از جامعه، فساد دور کرد و دین اسلام پاکی داد، طهارت داد، پاکیزگی آورد، هدایت آورد و جاهلیت عرب می گفتند دین اسلام در میان کسانی که آمد گفتند که ما قبلا مرده بودیم و الان دین ما را زنده کرد. گفتم ما تولد نو حاصل کردیم، تازه از مادر متولد شدیم و مرده بودیم، الله تعالی ما را زنده کرد. به خاطر او خوبی های که اونها با چشم مشاهده کردن که در دین آمد به وسیله دین و خرابی های را که اونها در جاهلیت قبل از اسلام دیدن، او خرابی ها را اونها با چشم مشاهده کردن. دختران معصوم که زنده در گور می شدن و پدران اونها را زنده در گور می کردن. اونها و بتهای بیجانا که مردم عبادت می کردن به دست خود تراشیده و عبادت می کردن دیدن. اونها او ظلم را و او فاصله هایی که در میان مردم بود و مظلوم و ضعیف حقش ضایع بود، اونها را با چشم مشاهده کردن و دیدن و عدالت که در اسلام آمد، برابری که در اسلام آمد، اخوت در اسلام آمد، انسانیت آمد و اونها این خوبی ها را دیدن و افتخار می کردند و
می گفتند الحمدلله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر فضل الله نبود و اگر رحمت خدا نبود نه ما صدقه می کردیم، نه نماز می خواندیم، نه هدایت می شدیم. همه هدایت، همه این نماز که بالاترین عبادت ہے، همه صدقات که بالاترین عمل اخلاقی هست و از مکارم اخلاق بزرگی های اخلاق که انسان صدقه بکنه، از مالش خیرات کنه، دست یک انسان فقیری را بگیره، مستمند را بگیره، اینها به وسیله دین اسلام حاصل شد. و صحابه کرام بر این افتخار داشتن، بر این می بالیدن و بر این شکر خدا را و احسان الله تعالی را به جا می آورد. دین اسلام آمد و ظرفیت ها را بالا برد و ظرفیت ها پایین بود، نگاه ها پایین بود، دید پایین بود. دین آمد و ظرفیت ها را بالا برد، چنان انسان ها را صاحب ظرفیت وسیع کرد که تا امروز محبتشون در دل مردم موجوده و مردم عشق می ورزند به اون شاگردان اول که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دین اسلام اونا را تربیت کرد. اون کنیزان، اون غلام ها که اسلام اونها را از بردگی آزاد کرد و اونها را چنان محبوبیت اللہ تعالی عنایت کرد که تا قیامت این محبوبیت در دل مردم، در دل انسانهای آزاده و در دل مسلمانان موج می زند. لہذا این ظرفیت دین اسلام بود که به سلمان فارسی، به صہیب رومی، به بلال حبشی، به سمیه، به عمار عنایت کرد، به غلامان و کنیزان عنایت کرد. این ظرفیت چنان ظرفیت بزرگی بود که امروز تمام دنیا به این انسانها، به عمل کرد اینها، به دیدگاه و نظرات اینها، به اخلاق و ایمان و عمل کرد اینها عشق می ورزند و علاقه دارند. دین اسلام کارش را در 1400 سال کرده و نمایش دین اسلام در صدر اسلام به تمام معنا ظاهر شده و به نمایش گذاشته شده است. لہذا دین در ما مقاومت ایجاد کرده در شرایط سخت که امروز شرایط کرونایی توی منطقه و شرایط آفتها هست و لہذا دین اسلام در چنان شرایط به ما صبر آموخته، به ما مقاومت را تعلیم داده، به ما رسیدگی به دیگران در این شرایط فقر حاضر که بی سابقه در ایران متاسفانه. و لہذا بسیاری هستند که قبلا فقیر بودن و نان پیدا نمی کردن، تکه گوشت پیدا نمی کردن برای فرزندانشان. بسیاری هستند که به خاطر مسائل اقتصادی رفتن زندان. و در زندان به سر میبرند، زن و بچه دارند. توی شهرمان یتیم هست و بیوه هست و در کل ایران و شهرها. دین اسلام به ما آموخته که در این شرایط سخت ما اطعام بکنیم، تنها در فکر خودمون نباشیم، تنها در فکر زن و بچه هایمون نباشیم، در چنان شرایط در فکر دیگران باشیم.
به ما دین آموخته که ما دیگران معالجه بکنیم، راهنمایی بکنیم به علاج آسان، علاج ساده، که الان این مریضی کرونا علاج ساده داره و هم از تجمع و جمع شدن خطرناکه، دوری بکنیم، پرهیز بکنیم و همیشه دستها را بار بار بشوییم و ضد عفونی بکنیم و برای همین معالجهش هم چیزای خیلی آسانه موجوده توی جامعه که تجویز میکنن، مفیدم ثابت شدن. در همین گیاه، در همین گیاهایی که توی در التعاری بیان میشوند و در بیابان هستند، همین گیاه ها که منتشرند توی اینترنت و علاج این کرونا، این مریضی موجوده، کمک میکنه. الله مریضی را که میاره، درد را که میاره، دوا را آورده. مسلمانان ظرفیت بالاتر از انسانهای دیگر دارند. دیگران اگر ظرفیت انسانیت در همه انسان موجوده، مقاومت موجوده در انسان، ظرفیت بالا موجوده، ولی دین اسلام او ظرفیت را به ما داده است که این ظرفیت در جامعه دیگری بشری نیست، در جامعه دیگری انسانی نیست. ما را ترحم داده و فرموده که شما رحم کنید به دیگران تا خدا به صاحبان زمین رحم کنید تا خدا بر شما رحم بکنه. و لحاظا باید رحم کرد، باید خیر خواهی کرد. ظرفیت بالای که الله تعالی هم به مسئولان امر داده و مسئولان امر از آنجایی که رایی اینها را خطاب شده، همه مسئولان و رایی کسی است که هم حفاظت میکنه هم دنبال منافع هست. چوپان رایی میگن که هم حفاظت میکنه گوسفند را از گرگ و هم میبره جایی که بهاره و مرتع و سرسبز میچرونه. شبها مردم خوابن و چوپان بیداره، گوسفند ها را میبره میچرونه. گوسفند لاغر و ضعیف نشن، گوسفند هلاک نشن، گرگشون نخوره، دزدشون نبره. کلکم راین فرموده شد، شما همه تون مراعات کننده و رعایت کننده و همه تون به منزله چوپان هستید و همونطور باید راعی به بزرگان میگن، به رهبران میگن و به مسئولان اطلاق میشه که مسئولان مردم رعایت مردم بکنند. علما و اندیشمندان و آنهایی که در یک جامعه بزرگتر خیال میشوند نباید فکر خودشون داشته باشند، فکر جامعه را بکنند. اگر تنها فکر خودمون بکنیم خیانت کردیم به جامعه. اگر بنده در فکر فرزندانم باشم و در فکر عزیزان نزدیک خود باشم و فکر جامعه را نکنم که یک پیش نماز جزئی هستم و یک طلبه کوچک در این جامعه و در فکر این جامعه نباشم، من وظیفه اسلامیم را ادا نکردم و الله من نجات بده. مسئولان امر بدونند که اگر سیر بخوابند و ملت گرسنه نباشه باید جواب خدا را مسئولان بدن. ملت امروز نیاز داره به توجه مسئولان، نیاز دارن و این پول ایران که سکه ایرانی و پول ایرانی که به هر حال این اعتبار مملکت ما هست و سرمایه ما هست، این داره از بین میروه و هر روز داره ارزشش را از دست میده. ملت ایران یک ملت سیری بود و مملکت ایران هم یک مملکت سرمایه‌داری است.
مسئولان باید فکر کنند، نباید بگذارند که پول ایرانی اینطور ارزشش از بین بره. بالاخره این زندگی مردم با همین پوله و این پول ارزشش را داره از دست میده و از ظرفیت ها باید مسئولین امر استفاده بکنن. اسلام دینی است که در اون ظرفیت های کلانه. چرا از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است؟ استفاده بشه از این ظرفیت ها. دین اسلام دینی است که نگاه بلند داره، دید وسیع داره، حرفش یکی نیست بلکه شرایط ها به نگاه بکنه، با شرایط پیش بره، با زمان پیش میره، زمان در نظر میگیره، شرایط در نظر میگیره. و شما مسئولان بزرگوار، مسئولان امر، از ظرفیت اسلام استفاده بکنید، از ظرفیت نبی مکرم اسلام، از ظرفیت قرآن، از ظرفیت دین اسلام استفاده بکنید. چند سال قبل من ده حرفی را زدم و خیرخواهی و دلسوزی زدم و گفتم که شما مجلس حل و عقد را تشکیل بدید و در مجلس حل و عقد علمای که دیدن بلند دارند در شیعه، در سنی دعوت کنید، از حوزه ها دعوت کنید، از دانشگاه ها دعوت بکنید، از نخبگان جمعه دعوت کنید، مخالفانتون دعوت کنید، موافقانتون دعوت کنید، بحث کنید روی مسائل. روی بحث و روی مشورت به هر حال راه می آید، الله راه میاره جلو و بنبست ها حل میشن و به عنوان یک شهروند این مسئله، شهروند دلسوز و ایرانی، مسلمان ایرانی دلسوز مطرح کردم. من غلط ندارم توی صحبتایم و صحبتا از خدا میخواهم و خواست که از نفسم نباشه بلکه دلسوزانه باشه، ولی حرف من توجه نفرمودید و لحظه توی این الان شرایط فرصت خیلی از دست رفته، ولی بعضم بهترین راه اینه که ما به کارشناسان خودمون متکی نباشیم. کارشناسان گاهی اشتباه میکنن، ما میشنویم کارشناسان و هم چشم داریم و هم گوش داریم و میشنویم. کارشناس اگر حرفش درست بود مسئله سوخت کشور با چالش روبرو نمی کردن. این نظرات کارشناسانه. ما حرف داریم در مقابل کارشناسان. کارشناسان به کارشناسی را مطرح کنن و به بحث بگذارن. شما حرف کارشناسانتون گوش نکنید. مسئولین بزرگوار، مسئولان نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و دیگر بزرگان، شما حرف کارشناستان گوش نکنید. کارشناس دچار اشتباه میشه، انسان. شما خرد جمعی مجلس رو الحمدلله ما داریم قانونیه، دیگر مجموعه هستن، ولی شما یک ظرفیت را باید به وجود بیاورید و من به عنوان خیرخواه به مسئولان خطاب میکنم، به عنوان شهروند میگم یک ظرفیت را به وجود بیاورید که مخالفانتون در آنجا بیاد صحبت بکنن، خیرخواهانتون صحبت بکنن. ما مخالف نیستیم، ما خیرخواهیم. فرصت بدید به ماها که بیایم صحبت بکنیم. ما هم تو همه ایرانیم، تو همه کشوریم. ما فرصتی باشه صحبت بکنه، صاحب نظران بیان نظر بدن. شما بسیاری از این مسئول افرادی که من میشناسم توی زندانن، اینا رو ویل کنید و بگید اینا رو به حرفشون بزنن و حرف ملت ببینید که مردم امروز چه به سر میبرن. شد دلار رفته 22,000 و پول ما در مقابل همه همسایگان افت کرده. پول ایرانی الله درد نمیخوره و این وجهه ماست و وجهه کشور ماست و شما این مسائل دیگر کوچک ویل کنید. بیا به مسائل کلان کشور
مسائل بزرگ کشور توجه کنید و پول ایران برگردونید، به جای اولش برمیگرده. به هر حال این راه داره، راهکار هست. شما راهکار بشنوید که چه راهکار میدن. مخالف خیال نکنید که ما مخالفم یا دشمنم، نه، خیرخواه شماییم. ولی هیچ کسی آمده پرسیده؟ شما فرستادید کسانی را، تحقیق کردید مسئولین محترم که بالاخره مشکلات، راه حل مشکلات چیه؟ ما امیدواریم انشاءالله پیشنهاد ما هست که یک مجلس به زودترین فرصت تشکیل بشه که نظرات هر کسی بیاد اونجا نظرات خود را بده و علمای ارزشمند کشور و نخبگان کشور، صاحب نظران بیاین نظر بده، موافق نظر بده، مخالفان بیارید. بالاترین ظرفیت، خوب توجه بکنید که بالاترین ظرفیت آنه که انسان حرف مخالفش را بشنوه و اگر حرف معقول بزنه قبول بکنه و روی چشم بگذاره. این ظرفیته، بالاترین ظرفیته. ما هم همین همیشه عرض میکنیم که در کارهایی که مربوط به ما دچار اشتباه میشیم و هر کسی حرف بزنه، حرف صواب بزنه، حرف درست بزنه، باید او را قبول بکنیم و انشاءالله ما امیدواریم که الله خیر بیاره. همین ما حالت انفعالی در کشور ما هست و این حالت انفعالی خطرناکه. ما باید بر مشکلات تهاجم داشته باشیم، حالت تهاجمی بگیریم و مشکلاتمون حل کنیم. ما پولمون میتوانیم برگردانیم و ما میتوانیم خیلی از مشکلات کشورمون حل بکنیم و انشاءالله این حرف ما میگی شما بشنوید، این حرف بشنوید و بالاخره باقی یک کار همینه که 40 خورده سال انجام میگیره، ولی حالا حوادث، مسائل جدید که آمده، مشکلات جدید که وارد شده و کشور به اینجا رسونده است. لحاظا اینها باید حل بشن که بر ملت بیشتر فشار نیاید و مردم فشار سنگینی را تحمل میکنن، مردم گلوشون خشکه و لحاظا به این مردم باید رسیدگی بشه. الله تعالی به همه توفیق عنایت کنه و مسئولان امر ما را توفیق بده که انشاءالله یک ساز و کار جدید با یک برنامه جدید و با یک ظرفیت جدیدی تعریف بکنید و به صحنه بیایید و انشاءالله ما امیدواریم مشکلات حل بشه. بله دوسته، مریضی متاسفانه بسیاری ما از عزیزانمون را از دست دادیم. یادداشت نوشتن که برای مولانا محمد اسماعیل زئی که از اساتید و همکاران دارالعلوم زاهدان هفته گذشته وفات کردن، قاضی موحد هم در گذشتند و که یکی از واقعا نخبگان بود و قاضی دادگستری بود. دکتر صفایی هم وفات بود. دکتر صفایی میفرمایند که هم در گذشته و حاجی عبدالرحمید ملازاده برادر حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه و بیشتر اکثر مریضان کرونایی بودند که وفات کردن. برای شفای مریضان هم درخواست دعا شده. عزیزی که کیت نامی حاجی نبی، بله، مدتی چند ماهی که ناپدید بوده و جنازه‌اش را پیدا کردند و هم اولیایشون خیلی متأثر و به دردند از روی عزیزی که ناپدید کردند و بعد استخوان‌هایش گیر آوردند. هم درخواست دعای مغفرت کرده امروز که شما دعا کنه مغفرت و همین که بالاخره قاتل ایشون پیدا بشه که بوده است، از سردرگمی نجات بگیره. برای همه گذشتگان دعای خیر بکنید، برای همه مریضان دعای خیر بشه.